Hello everyone. Today our guest is Oisha Khan. She wants to cook for us a delicious meal. Oisha Khan, can you introduce yourself? Yes. What's your name? What's your surname? How old are you? My name is Oisha Khan. My surname is Ahrorova. I am 11. My family is big. I have got a grandfather, a grandmother, mother, father, sister, a brother, and I. Very good. درود بر شما تماشابینان عزیز. حیران نشوید که چرا من امروز با زبان انگلیسی آغاز نمودم. خب وقتی که مادری اویشا خان با ما تماس گرفتند گفتند که اویشا خان ما با 3 زبان گفتگو کردن میتواند، یعنی شما با 3 زبان صحبت کردن میتوانید. خب برای امین ما خواستیم بسنجیم. این تنها سنجش بود. خب اویشا خان امروز ما چی آماده میکنیم؟ تاومی پیروگ. یعنی امروز ما پیروگ آماده میکنیم. خب اویشا خان امروز برای ما کدام محصولات رو استفاده میبریم؟ تخم، شکر، آرد، روغن مسکه، разрыхитель، سیب، مویز، چهارمغز. خب همه این رو ما امروز استفاده میبریم. خب ما از چی آغاز میکنیم؟ از تخم. اویشا خان این محصولات که در نزد ما هستند با زبان انگلیسی میتوانید اون ماشونه؟ خب تخم، ایگ، eggs, sugar, apple, butter. خب نباشد بهترین. حاضر ما از چی آغاز میکنیم؟ از تخم. خب اویشا خان شما چه خیلی زبان آموز میکنید؟ زبان رو چه خیلی میآموزید؟ خب والا یعنی چه خیلی من شما هم با زبان روسی هم با زبان انگلیسی آزاد گفتگو کردن میتوانید؟ باز ازبکی. چه خیلی شما آموختید زبان ها رو؟ ازبکی رو از بیبیم یاد گرفتم. تاجیکی این زبان مادری هم است. روسی من در مکتب روسی میخونم. انگلیسی هم از آموزگارانم یاد گرفتم. خب انگلیسی رو شما از آموزگاراتون یاد گرفتین. معلم شما کی است؟ معلمی ما شخلو گفرمه. یعنی معلم زبان انگلیسی شما. خب اکنون ما باز چی رو مخته میکنیم؟ شکر رو مخته میکنیم. خب اویشا خان شما با زبان انگلیسی فقط حرف زدن میتوانید یا که سرود یا شعر خواندن هم میتوانید؟ سرود شعر خونده میتونم. خب نباشد برای ما شعر میخونید. یعنی ما آرد را آمیخته کردیم. تخم، شکر، آرد. اکنون ما مسکر رو نیز آمیخته میکنیم. بعدی اون چی؟ разрыхитель. همه ای رو ما آمیخته میکنیم. خب نباشد اویشا خان ما گوش میکنیم شعر شما رو با زبان انگلیسی. A, B, C, D, E, F, G. John is hiding far from me. Looking here, looking there. I can't see him anywhere. خب اویشا شما با زبان انگلیسی خوندید. آزیر معنایش رو میفهمید؟ این معنای بچه ها بازی کودکان بازی روشویکان بازی میکنن. این درباره همین است. خب درباره کودکان یعنی. خب نباشد حاضر؟ میکسر این را اکنون از میکسر ما میگذرانیم. ما میکسر گذراندیم. اکنون سیب رو میگیریم. سیب را یعنی با این رو مخته میکنیم.
خب سه باید چقدر میده شود یا فرق ندارد؟ فرقش نه. من با شما کمک رسونم. که اکنون خمیر رو میکنیم. خمیر رو از بالایش میرسونیم. خب اکنون ما چهارمغز که مویز رو میگیریم. یعنی چهارمغز و مویز برای آرایش خوب نباشد. ما چهارمغز رو نوبه میکنیم. این پیروگ رو شما از کی یاد گرفتید؟ از مادرم. خب اکنون این رو ما به تفتان میگذاریم. در مدت چند دقیقه آماده می شود؟ 40 مینوت. خب تماشابینان عزیز اکنون در مدت 40 دقیقه پیروگ ما آماده می شود. ما آن را به تفتان میگذاریم. تماشابینان عزیز عایشه خان الکه یک چند نمود طعام را آماده کرده میتواند. خب امروز در برنامه ما دو نمود را یعنی آماده میکند. خب این نمود دوم ما چی است؟ خم شوربا. خم شوربا. خب برای ما کدام محصولات ها ضرور است؟ اول گوشت، پیاز، کارتوشکا، بیخی، سبزی، شلغم. بعد از اون با پیاز کدی کارتوشکا رو می‌ریزیم. خب اکنون ما اول از چی آغاز میکنیم؟ آب. بعد از آب گوشت. خب اکنون آب ما انداختیم. کمکک میجوشد ثانی پیاز رو می‌ریزیم. یعنی کمکک گوشت ما با آب میجوشد. بعد از اون ما پیاز رو میخته میکنیم. خب عایشه خان برای ما گفتن که شما باز با زبان ازبکی نیز گپ زدن میتوانید. خب چی کار کردن میتوانید؟ خب برای ما سرود میخونید یا شعر؟ سرود خواندن میتوانید شما با زبان ازبکی. اکنون شما برای ما سرود. شما یگانه نفری هستید که در برنامه ما یعنی با زبان ازبکی تا حال نفره با زبان ازبکی گپ نزده است و سرود نخونده است. اکنون شما برای ما با زبان ازبکی سرود میخونید. Pərilərə oxşaysan, telefonun yox deysən, aldab turğan oxşaysan, o yamansan. Pərilərə oxşaysan, telefonun yox deysən, aldab turğan oxşaysan, yamansan. Yamansan, yamansan, buncalarım yamansan, 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 aldaşları tayaqsan, yamansan, yamansan. Sen qaşları kamonsan, 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 kamon, kamon, kamonsan, yamonsan, yamonsan, bunchalarım yamonsan, 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 aldaşları tayaqsan, yamonsan, yamonsan, sen qaşları kamonsan, 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 kamon, kamon, kamonsan. Labindagi pamada, yigitin yok çamanda, sensiz hayat tamamda, o tamamda. Labindagi pamada, sensiz hayat tamamda, o yamanda. Yamonsan, yamonsan, buncalarım yamonsan, yamonsan, yamonsan. Aldaşları tayaqsan, yamonsan, yamonsan. Sen qaşları kamonsan, kamonsan, kamonsan. خوب عایشه بهترین شما این سرود را از چی اذیت کردگی؟
از تلویزیون ها نه شما از تلویزیون تماشا کرده عزیز کردگی خب با ازبکی گپ زدن میتوانید؟ بله بهترین. خب عایشه جان من باوری دارم که شما در آینده یک متخصصی خوب میشوید. خب چی کار من در آینده کدام اختصاص را شما کدام کسب را انتخاب کردگی هسته؟ چی شده میخواهید؟ دکتر شده میخواهم. شما در آینده میخواهید دکتر شوید. خب در کجا تحصیل کنید؟ در کدام دانشگاه میخواهید که تحصیل کنید؟ Üniversite. دوشنبه؟ نه. یا خوجند؟ خوجند. خوب بهترین. برای چی دوشنبه نه؟ خوجنده خودمو برای من. یعنی برای شما خوجند پسند است. بهترین. خب اکنون چیکار میکنه؟ پیاز رو میاندازیم. پیاز رو ما آمیخته میکنیم. نیمش رو یک تش رو انداخته. خب اکنون باز با پیاز میجوشد؟ هم با پیاز میجوشد. کمتر میجوشد. کپک شود کپکش رو میگیریم برای رنگ شوربا ویرون نشدن به ثانی موندگی مساحتش رو میاندازیم. خب بهترین. خب عایشه جان شما باز چی کار رو دوست میداره؟ شغل دوست داشته شما چی است؟ شахمات باز میکنم. شахمات؟ خواهرجان که کتاب میخونم. برای مادرم کمک میرسانم. با مکتب میروم. خب بهترین. اکنون بیخی رو میاندازیم شلغم کردیم. خب باز شلغم انداختیم همش رو. ثانی کارتوشکا که پیاز رو باز میاندازیم. یعنی کم ترک باز میجوشد باز کارتوشکا رو مخته میکنیم قطع پیاز. خب نباشد عایشه خان کتابی دوست داشته شما چی است؟ زبانی روسی، انگلیسی و یعنی شما با زبان آموزی خیلی شوق زیاد دارید. در خانه شما زبان می‌آموزید؟ چه خیلی؟ شاید با واسطه یگون چیز نویسید، با واسطه لغت یا با واسطه با یگون نفر صحبت میکنید؟ لغت با بابام صحبت میکنه. بابایتان زبان انگلیسی رو میداند؟ نه زبانی روسی که ازبکی رو میدانند. خب یعنی علاقه شما در خانه با زبان روسی ازبکی صحبت میکنید؟ بله. خب عایشه جان برای چی آموختن زبان مهم است؟ برای آنکه آینده و این زبان ها در کار برای ما. خب نباشد حاضر ما چیکار میکنیم؟ پیاز که کارتوشکا رو میاندازیم. یعنی باز آمیخته میکنیم. خب اکنون در مدت چند دقیقه آماده می شود؟ 2 ساعت. در مدت 2 ساعت طعام ما آماده می شود. خب عایشه خان شما گفتید که شахمات بازی کردن می توانید؟ بله بازی کردن میتونم. با من میکنید؟ بله. نباشد یک شахمات بازی میکنه. تا آماده شدن طعام ما شахمات بازی میکنیم. خب عایشه پیش از آغاز کردن برایت یک معما میگویم شما جواب گویید. خب اگر خطا نکنم چون بود نفری که عادی باشد هم ولی شاه را بازی میداراند و بازی میدارد چی است؟ نفری که عادی مثال من یا شما ولی امون شاه را به بازی میدارد. این بازی نه معما
جواب معما چی است به فکرتون؟ به فکرم این چیزام در کار آینده و شهمت من خب این معمای ما یعنی وی معمای ما جواب دارد شهمت باز یعنی شاه یک نفر شاه ولی همه این شاه را به بازی می درارند. خب نباشد ما حاضر آغاز میکنیم. رفتیم. با چشم و شخ از شخ به جواب داده میشد از شخ گریخته میشد شخ زده میشد. شما غالب آمدید. خب من باوری دارم که در روزهای نزدیک شахمат بازی را یاد گرفتم میگویم شما را غالب میآیم. تماشابینان عزیز اکنون طعام ما آماده شد و امروز آیشه خان توانستند که برای ما یک هنر و مهارت خود را نشان دهند. خب اکنون ما میبینیم که چی خیل شده است. مرحمت آیشه جان. خیلی بلذت و خوردنی با It's delicious. چی میشه delicious؟ گوست نه. تام ما امروز خیلی بلذت و خوردنی باب شد. خوب آیشه خان تشکر زیاد برای اشتراک در برنامه و دعوت ما. خب اکنون یک تحفه کوچک ما آماده نمودیم که آن را به تو میسپاریم. خب ما در آینده باوری داریم که شما خیلی با همین زبان آموزی خود با هنر و مهارت خود یک نفر خیلی موفق میشوید. خب تشکر زیاد. دوستان عزیز در اینجا ما با شما خیر و خوش میکنیم تا برنامه های دیگر صحتمند و سلامت باشید. خیر.